اما بخش مهم و اساسی دیگر در درس 18 علائم وقف هست. خب ما نحوه وقف کردن رو توضیح دادیم، ولی در زبان عربی و زبان قرآن که زبان بسیار ظریفی هست، ما هر جا که دلمون خواست نمیتونیم توقف کنیم، بلکه باید وقف خودمون رو به گونه‌ای تنظیم بکنیم که در معنای آیه و معنایی که به مخاطب القا میشه خللی ایجاد نشه. اگر وقف ما به گونه‌ای باشه که معنا عوض میشه و خلل در معنا ایجاد میشه، این وقف مناسبی نیست. اونهایی که دانش کافی دارن و زبان عربی رو به خوبی میدونن، میتونن با دانش خودشون تشخیص بدن که کجا لازم وقف کنن، کجا بهتر وقف کنن، کجا بهتر وقف نکنن، کجا نباید وقف بکنن. ولی برای نوآموزان یک سری علائمی در قرآن برای راهنمایی قرار داده شده که بتونن با استفاده از اون علائم به راحتی جای مناسب برای وقف رو تشخیص بدن. ما این علائم رو خدمت شما عزیزان میخوایم توضیح بدیم. اولین علامتی که توضیح میدیم علامت میم هست، البته میم کامل نه، میم دنبریده. این علامت وقف لازم هست. هر جا ما این علامت رو مشاهده کردیم لازمه که اونجا وقف بکنیم، واجبه به لحاظ علم قرائت که اونجا وقف بکنیم، و اگر وقف نکنیم و ادامه آیه رو متصل به جمله قبل بخونیم باعث میشه که فساد و خلل در معنا ایجاد میشه. مثل کجا؟ مثل این آیه فلا يحزنك قولهم. خداوند به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که فلا يحزنك قولهم، قول و گفتار اونها تو رو محزون نکنه. مشرکین حرف هایی که میزنن تو رو غمگین نکنه، غمگین نشو به خاطر حرفای اونا. چرا؟ چون انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون، چون ما میدانیم و متوجه همه افعال و حرفهای اونها هستیم، چه حرفهایی که به صورت سری و پنهانی میگن و چه اون کارهایی که به صورت علنی و آشکارا انجام میدن. خب اینجا علامت وقف لازم رو میبینید. این علامت رو گذاشتن که شما این دوتا جمله رو به هم متصل نکنید و فردی این تصور براش پیش نیاد که این جمله دوم انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون تصور نشه که این همون گفتار مشرکانه، بلکه این انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون گفتار خداونده، گفتار مشرکان نیست، قول اونها نیست. پس هر جا علامت میم رو دیدیم حتما لازم اونجا وقف بکنیم، بعد از تجدید نفس دوباره جمله بعدی رو بخونیم. علامت دوم علامت قلا هست. این علامت یه علامت اختصاریه. قافش رو از کلمه وقف گرفتن، لا هم از اولا. قلا یعنی وقف اولا، وقف بهتر است از وصل. هر جا شما این علامت رو دیدید نشون میده که اینجا خیلی مناسبه برای وقف کردن. ادامه آیه بعد از وقف هم از کلمه بعدی بسیار مناسبه. ببینید وقالوا اتخذ الله ولدا، وقف میکنید. این وقف خیلی وقف خوبیه. ادامه و ابتدای از سبحانه هم خیلی خوبه. سبحانه بل له ما فی السماوات والارض كل له قانتون. اما اگه شما خواستید در همین دو جمله دوتا رو به هم متصل هم بخونید اشکالی نداره، ولی کار اول که گفتیم بهتره، وقف اولاست. اینجا وقف بکنید بعد جمله بعدی رو شروع کنید. توضیحی هم که میتونیم بدیم اینه که سبحانه بل له ما فی السماوات والارض کل له قانتون، اینجا فرمایش خداوند هست.
چون جمله اولی جمله کاملی هست و گفتاری هست که گفتار مشرکان هست، بهتره همونجا توقف کنیم، حرف اونا تموم بشه، مخاطب تلقی بکنه، از ادامه اون که گفتار خداوند هست و حرف اونها رو در واقع رد میکنه به صورت مستقل گفته بشه. این بهتر هست. اما علامت سوم علامت جیم هست که نشانه وقف جایز هست. هر جا ما این علامت رو دیدیم میتونیم اونجا وقف بکنیم و از ادامه اون شروع بکنیم بعد از وقف. اگر خواستید دوتا جمله رو به صورت متصل هم بخونید بازم اشکالی نداره و هیچ کدوم از وقف و وصل و اتصال دوتا جمله به هم دیگه برتری نداره. 50%، 50%، 50-50. مثال رو توجه کنید. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. این به یک شیوه، اما میتونیم متصل هم بخونیم. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. علامت بعدی علامت صلا هست. صلا علامت اختصاری هست که صادش رو از کلمه وصل گرفتن، لا هم از کلمه اولا. وصل اولا یعنی وصل بهتر است. هر جا این علامت رو شما دیدید معناش اینه که به علت ارتباط تنگاتنگی که بین دو جمله وجود داره، اگر شما این دو جمله رو متصل به هم بخونید و به هم وصل بکنید بهتر هست. اما می توانید وقف هم بکنید، ولی اولویت با وصل دوتا جمله هست. ببینید یوم لا تملك نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. یوم لا تملك نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله. بهتره که همینطوری که خونده شد بخونیم. اما اگه کسی روی شیئا وقف کنه، بگه شیئا، یه نفس بگیره از ادامهش بخونه والامر یومئذ لله، باز هم این درسته و اشتباه نیست. و علامت دیگر وقف، دو تا علامت 3 نقطه. اصطلاحاً به این علامت میگن وقف معانقه یا مراقبه. معمولاً این علامت در جایی قرار میگیره که جمله‌ای که وسط این دو تا 3 نقطه قرار میگیره هم قابلیت این رو داره به لحاظ قواعد زبان عربی که جزء جمله اول باشه و هم میتونه جزء جمله بعدی قرار بگیره. در این صورت این علامت قرار میگیره و معناش هم اینه که وقف بر یکی مانع وقف بر دیگری هست. یعنی اگر روی یکی از این علامت رو وقف کردید، روی دومی دیگه وقف نمیتونید داشته باشید. ببینید ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین. این شیوه اول، روی اولی وقف کردیم ولی دیگه دومی رو به خاطر اینکه روی اول وقف کردیم نمیتونیم وقف بکنیم. شیوه دوم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین. اگه بخواید میتونید رو علامت دوم وقف بکنید به شرط اینکه قبلش روی علامت اول توقف نکرده باشید. حالا یک سوال پیش میاد، آیا ما میتونیم اصلا وقف نکنیم؟ یعنی کل آیه رو به صورت متصل و پیوسته بخونیم؟ بله. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین. اما اگه خواستید وقف بکنید حتما این قاعده رو رعایت کنید. وقف بر یکی مانع وقف بر دیگری هست. اما میرسیم به علامت لا. علامت لا نشانه وقف ممنوع هست، یعنی وقف قبیح، وقفی که مناسب نیست، نباید انجام بگیره. هر جا این علامت رو شما ملاحظه کردید اونجا توقف نکنید. البته علامت لا 2 معنا داره. حالا ما اول معنای عامش رو که زیادتر هست توضیح میدیم
و بعد معنای دوم. پس عرض کردیم هر جا این علامت دیده شد نشانه اینه که شما اینجا نباید وقف بکنی و حتی اگه وقف کردی ادامه از بعد از اون هم مناسب نیست. ببینید لا اله الا هو، این عبارت معبودی جز خداوند نیست. اگر کسی بیاد روی علامت لا اله، اونجا علامت لا داره، بیایم روی لا توقف بکنیم بگیم لا اله، نعوذ بالله، معناش اینه که معبودی وجود نداره، در صورتی که آیه نمیخواست اینو بگه. آیه قرآن و کلام الهی این بود که لا اله الا هو، جز خدای یکتا معبودی وجود نداره. این وقف قبیحه، ابتدایی به بعدش هم قبیحه. اگه کسی روی لا اله توقف بکنه اشتباهه. الا هو هم خونده بشه، ابتدا از کلمه الا هم و ادامه آیه اون هم اشتباه و نادرسته و هر دو قبیحه. اما معنای دوم لا، پس معنای اولش این بود هم وقف نامناسبیه و هم ابتدای بدی هست. ولی یک معنا داره لا، در جاهایی ما میبینیم لا قرار گرفته و نشانگر اینه که وقف کردن در اون کلمه اشکالی نداره، اما ابتدای به ما بعدش ابتدای قبیحی هست. نگاه کنید مثال کتاب رو. فقاتلوا ائمة الکفر، با سران کفر جهاد بکنید، بجنگید. چون انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون، بجنگید شاید اونها پایان بدن و دست از این کارهای نامناسبشون بردارن و عهد و پیمان خودشون رو بهش وفادار باشن. خب اینجا اگه شما وقف بکنید وقفتون اشکالی نداره. فقاتلوا ائمة الکفر، این همون معنایی که خود قرآن کریم خواسته به ما برسونه، جهاد کنید با سران کفر. ولی ادامه اون در واقع انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون یک جمله ناقص میشه. چرا؟ چون این تعلیلی هست و دلیلی هست برای جمله قبل، باید به صورت متصل و در یک نفس خوانده بشه. لذا ابتدای از انهم ابتدای مناسبی نیست. فقاتلوا ائمة الکفر انهم لا ایمان لهم لعلهم ینتهون. یا عبارت فیسخرون منهم سخر الله منهم، در این آیه میبینید که منافقان برخی از مؤمنان رو مسخره میکنن و خداوند هم کیفر مسخره اونها رو